میخوام امروز به طور واقعی قدرت کلمات رو توی زندگی بهتون ثابت بکنم. چند وقتی بود که دلم می‌خواست یه سفری به دبی داشته باشم و از اون طرف بیام ایران که خانواده‌ام رو ببینم. در صورتی که اینجا هنوز کلی کار و درس و کلاس بچه‌ها رو داشتم و حتی نمیدونستم چطوری و اصلا کی برم. و بالاخره فکرشم نمی‌کردم که یه روزی نماینده کی بیوتی توی اکسپو دبی باشم. راستش لوازم آرایشی بهداشتی کره توی جهان طرفداری فوق‌العاده زیادی داره و هدف این نمایشگاه نشون دادن قدرت راز پوست خوب کره هاست. از دستگاه‌های آنالیز پوست بگیر و دستگاهی که نشون میداد رنگ مخصوص تو کدومه. توی این نمایشگاه خریدارای بزرگ عمده عرب میومدن و از برندها دیدن می‌کردن و باید براشون توضیح میدادیم که هر محصولی برای چه پوستی و برای چه کاری خوبه. این یه ایونت بین‌المللیه که از طرف دولت کره و امارات برگزار میشه. و در آخر میخوام بهتون بگم که قدرت کلمات رو واقعا دست کم نگیرین. هر چیزی رو که تصور بکنین و از ته دلتون بخواین حتما یک جوری انجام میشه. اگر میخواین بدونین چیا دیدم و چیا تست کردم، حتما با من همراه باشید.